درې ورځې کمپیوټر ته لاس نه وروړی بېګا مې چې هغه وینډو یې خرابه وه بېرته مې درې ورځې کمپیوټر بېرته لاس نه وروړی دا سره کوم څه دی خب union query is used to make union between tables. Union چی معنی است؟ اتحاد. صحیح است. این اتحاد که بخاطر چیز استفاده میشه بسیار موضوع مهم است. شما باید اول خوب را بفهمید بعد از سرش چی میکنید کار میکنید. یونین که است توسط چی کار میشه؟ SQL کار میشه. صحیح است. مخففش چی است؟ Structure Query Language. کویری خودش چی معنی میده؟ این خب ما شما که اینجا کار میکنم در اکسس کویری دیگه چیز است. اصلا کویری دیگه مخواست است. خواستن. هر چیز که از دیتابیس میخوای این کویری است. صحیح است؟ هر چیز که شما از دیتابیس میخوای چی است؟ کویری هست. از روی کویری. این کویری که است کویری او بعد از اسکیول میشه. در چی میشه؟ اسکیول میشه. چرا اسکیول در اکسس آمده؟ چرا اسکیول در اکسس آمده؟ بسیار کار است که او در اکسس نمیشه. شما باید از روی اسکیول را چی کنی؟ انجام بدید. چرا که اسکیول که است یک پاورفول تول است. چی است؟ پاورفول تول. این چی کس معنی میده؟ به طور مثال اگر یک موتور باشه. چی باشه؟ یک موتور. این موتور است، موتور کرولا است. اگر دمی پرزجات است به طور مثال اگر پرزجاتش چینایی باشه و یا ژاپنی باشه یا به طور مثال جرمنی باشه چی که فرق میکنه؟ فرقی که نه با هر کسی که نشون که فرقی ولی یک موتورش به طور مثال می تایرایش اگر تایرایش اگر چین باشه شما هم که جور کرده باشی در افغانستان هم جور کرده باشه اورم برای ازو چی میکنی؟ میره خوب صحیح و اگر از ژاپن بیارش برش چی هست؟ مگر اینجا باید متوجه باشی وقتی که تایرای ضعیف باشه او چی کم وقت میگیره یعنی دوریشنش کم باشه وقتی که تایرای چی باشه ژاپن باشه باز بسیار چی این اسکیول که است خاص به خاطر امی مسئله در اکسس اینجا یک جای شده کمان چرا که بعضی چیزاست که او در اکسس بسیار ضعیف میآید چی میآید؟ ضعیف میآید وقتی که او توسط اسکیول کار شود او باز بسیار محکم میآید څنګه راځي محکم راځي ګوره بل لنډ مثال دا کور ده که په دې باندې همداسې لرګي واچوو هم جوړېږي او که کانکریټ پې واچوو هم جوړېږي فرق چی ده نو کانکریټ والا به څنګه راځي کلک به راځي صحیح ده محکم کوم سوال په دې کې نه لرئ و اما طور اسکیول علاده یک لنگویج است او دیگه اوچ مربوط اکسیس نیست صحیح است او دیگه از ما در روزهای اول به شما گفته بودیم مگر این که است این یونین کویری توسط اسکیول کار میشه بدون از اسکیول کار نمیشه چی دلته چی دی خب اول یک چیز تنها به تعریف کس نمیفهمه که چی است صحیح است تاسو په کتابونو کې ډېر تعریفونه کتلي خو تعریف باندې څوک نه پوهېږي چې عملي کارونه کوي اگه ما اینجا گفتم که یونین کویری is used to make union between table در بین تیبل ها چجور میکنه اتحاد چی قسم اتحاد این را شما نمیفهمید چی قسم اتحاد اصلا اینجا چی میآید تیبل ها مگر به خاطر تیبل ها نیست این به خاطر یوزر ها است مالتیپل یوزرز چی قسم خوب ببینید ما برای شما گفته بودیم که بعضی وقت یک دیتابیس که باشه او آنلاین دیتابیس باشه آنلاین دیتابیس آنلاین دیتابیس این معنی که بالا یک دیتابیس 200 نفر کار میکنه امی 200 نفر که دمی کار میکنه کلش میاد در یک جای ثبت میشه دیتا فهمیدی مگر بعضی جای دیتابیس آنلاین ضرورت است برای ما مگر آنلاین جور نمیکنیم چرا نت مسئله است یا به طور مثال
اونجا جنگ است و دیگه خب مطلب مشکل نت است به خاطر از این نمیخوایم که دیتابیس چی باشه آنلاین. باز ما چطور میکنیم در هر پروژه که ما هر جایی که ما پروژه داریم برای از یک کاپی دیتابیس میتم. کاپی چی میتم؟ بگیری انتری خودتان دمی بکنی خلاص. وقتی که ما راپور جور میکنم سال بعد از اون دیتابیس ما میگیرم. صحیح است؟ از دیگه آفلاین است. صحیح است؟ دیگه مسئله بزرگ که است او چی است؟ انتخابات تیر شد. صحیح است؟ انتخابات تیر شد. تقریبا 8 میلیون رای چی شده بود؟ چی شده بود؟ میفهمی دیگه چی شده بود؟ این مردم که است این در یک جای رای چی نشده بود؟ که در یک جای مردم رای داده. امکان داره یکسان؟ نه. در مختلف جای. عالی. چطور بیتانه که امی کلش رای مردم در یک جای در یک سیستم چی کنن؟ انتر کنن. اگر شما دیده باشید در وقت انتخابات امی کمیسیون انتخابات که نشان میداد اونجا جات کامپیوترها بود یک محل مردم سرشته بود کار میکرد. او چی کار میکرد؟ او محاسبه نمیکرد اما رای انتر میکرد خلاص. فیصدیش میکشید. رای انتر. امی کم از کم 500 کامپیوتر خوب بود. صحیح است؟ حالی 8 میلیون رای نمیتونه یک نفر دو نفر سه نفر را چی کنه؟ هر چی که تایپی کشیم که تیز باشه امکان نداره. چطور میشن؟ این سر مردم تقسیم میشن. سر یوزرها. حالی شما ببینید 12 نفر است یا 13 نفر است قسم. صحیح است؟ اینجا ما برای شما اسناد بندل اسناد برای یک دیتابیس هم میخوام که تو برسان دیگه کلش میرسان. وقتی که رساند باز تو میکنم. امی کلش دیتا که شما رساندی میارم در یک جای ما چی میکنم؟ ثبت میکنم. چی میکنم؟ در یک جای ما ثبت میکنم. مگر در یونین کیوری گپ مهم چی است؟ گپ مهم این است وقتی که یک ریکارد دو یوزر رسانده باشه او را از بین میبرد. دوپلیکیت نشانده میده. پوشه مهم خبر چی شده؟ یک ریکارد اگر دو نفر یا سه نفر رسانده باشه او را گرز میده از دیتابیس چی میکنه؟ یک بار نشان میده. دیدی اصلی هدف چی ده؟ همدان. اس پده بانی پوشه. خب این ما بیشتر گفتم که توسط اسکیول میشه. SQL یونیت. خب اونجا اول چی قسم نشه؟ سلکت میکنی. انتخاب کردن. چی؟ انتخاب کردن. چی انتخاب کردن؟ نیم، کاما جاب، کاما سالری. این کالم هاست. این چی است؟ هر کدام کالم از هر تیبل که شما میخواید اینجا باید میشه بود. سلکت دا باید بید. سلکت میخوایم انتخاب کنم. چی؟ نام انتخاب کنم. جاب انتخاب کنم. سالری. و اینجا فرام تیبل نیم. فرام تیبل نیم چی بونه؟ از کدام تیبل؟ یعنی شما میخوای که این سه کالم ببینی ریکارد از را ببینی از کدام تیبل؟ خب پوش شدی بندی ایکس ببینی کلوز شد. اول باید چی باشه؟ امپلای نمبر یک چند ریکارد می ثبت شود ولی شما جمال بهار دکتر این از این تیبل ما کاپی میکشم. کنترل سی کنترل وی EMP1 کنترل وی EMP2 کنترل وی EMP3 حال فکر بکنی که علاده یوزر است چند یوزر است؟ 4 یوزر. یه خود یوزر که چیکسا میگه گپای پاسان دیتابیس ما شیر میکنه. خب حال فکر بکنی که یوزر است. اوس تاسو فکر کرو که دا چی دی یوزر دی. حال من دیتا از کل یوزر انتظار نیست. ما چیکسم سیستم جور میکنیم. برای شما که ما ورق میتونم خاطر چی که در تیبل خود در دیتابیس خود چی کنی؟ انتری کنی. وقتی که شما انتری میکنی اتومات و میای کامپیوتر ما چی میشه؟ ثبت میشه.
خبر خپوش میکنه ما هیچ کار که سرور نداریم ما اونجا چای میخورم شیشتیم شما کار میکنه انتری اتومات و ریکارد میاد در کامپیوتر ما چی میشه ثبت میشه چی قسم میشه الان میبینیم یونین کلیک میکنم یونین این صفحه آمد حالا اینجا که شما انتر میکنید بسیار کوچک عکس معلوم نمیشه و این صفحه اینجا فونت هم کلان نمیشه میخوایم که در کدام جای کار کنیم آفرین این را در نوتپاد با شما کار میکنم موضوع یه بعد کپی میکنم چی میکنم پیست میکنم که همون چیش ببینیم این اسکیول است خب select name comma job comma salary from EMP صحیح است از تیبل چی خب union صحیح است باز select name comma job comma salary from از تیبل باز union select name salary اون salary ده اسپلینگ باید فرق نداشته باشه اگر اسپلینگ فرق داشته باشه باش کار نمیکنه خب salary from از تی از پی دو صحیح است علی خوید اینجا ما که بعد شما فکر میکنید که یوزر است تاسو باید یوزر رو فکر کنید باز می یونین select a name comma job comma salary from mp3 در آخر سیمی کالم ضروری است چی ضروری است سیمی کالم چی معنی میده وقتی که ما شما یک نوشته میکنیم فول استاپ چی معنی که موضوع چی شد وقتی که شما اسکیول کار میکنید امی اسکیول نمیفهمه که گپ از چی وقت خلاص میشه اسکیول خود نمیفهمه که گپ از چی وقت خلاص میشه وقتی که شما سیمی کالم اینجا ترک بازو فهمید که گپ از چی شد دیگه این را کنترل سی کپی میکنم اینجا کنترل پلاس وی میکنم وقتی که رن میکنم رن این دیتا از چند یوزر است از 4 یوزر است چرا در 4 یوزر است این خود 4 ریکارد این داره این 4 ریکارد داره این 4 داره کلش 4 ریکارد داره چرا بازی داره شاباش و دوپلیکیت بود هغه څه شو آفرین ال میبینم نام داریم آل ریکارد چند ریکارد هستم 1 2 3 4 تو بریم این یک یوزر است میان ریحان ایست ادمین این ریکارد اونجا میره نمیره میره تو چی میگی تو چی های سو کویزی سو کوی نزی تو خود دمی نازی دنیا هستی نازی دنیا تو میرسه خب میرسه خواب است هیچ شک نیست من فکر میکنم اینه ریکارد ریحان چی شده و این باز سرور از دمی کس نمیتونه که اینجا چی بکنه که حالا عادی خود نرسید که اینجا چی بکنه خب باز میایم خوبش ببینید ریحان ادمین 50,000 دیگه یوزر میاد او خبر نداره او فکر میکنه که ریحان دیگه کس نرسانده باشه ما میرسانم صحیح است ولی گریت میکنم کلشتان گریت میکنم ریحان چی بودوش باید اینجا میام مثلا میکنم چه این ریکارد خود گرکو میکنم خود چه در ریکارد ترسیدی کنه ولی شاباشه دا سلری والا فرق کوي ښه نو دلته چې کله موږ راشو دویش ریحان اینجا آمده ببینید یک ریحان اگر اینجا امی ریحان که چی باشه سوری این نیست این ریحان 5000 نیست 4000 است علی امو یک ریحان نشان میده ببینید یک ریحان پدې باندې پوښه پدې کې څه مسله نه لري خب یونین با طریقه دیگه هم ما استفاده کنیم میتونیم طریقه دیگه چی است
استاد اگر اینجا 4 تیبل 3 تیبل هست داشته باشیم نامه‌شان از خودش متفاوت باشه بازم دیکار در اون خودش یونیک از کل از آنها میاد سایکو نه ما فهمیدم مقصد شما این کلش یک چیز است ببینید این که کار میشه تیبل ها باید یک چیز باشه چرا یک چیز باشه این به خاطر تیبل ها نیست ما پیشتر گفتم این به خاطر یوزر است وقتی که بخواهی که یوزر ها اینجا که شما وصل باشه او بالا یک چیز کار میکنه یک تیبل به یک شکل او رایتس مختلف باشه که او چه حق داره او چه رایتس داره این چه رایتس داره او مختلف مگر تیبل فارم از بچه باشه یک چیز باشه برای کل هیچ فرق نمیکنه صحیح است ببینید منظور من دیتا بود که تری میکنه ناماز حالا مثلا در این رایکان است در 3 تیبل بگم مثلا رایکان بود اگر مثلا این 3 تیبل اگر داریم هر سهش نامشان متفاوت باشه در صورت وقتی که اتفاق بده میشون نامه کلش وقت نمیده یونیک است یونیک خاص به کلش یونیک است بین کلگی چی است خب چی فعلا تفاوتی که بیا راضی است بالکل چند یوزر ما داریم 4 یوزر الان ما این نمیخوایم که ببینیم که چی که انتری شد ما میخوایم که همین تمام یوزرها چی که انتری کرده کلگی اگر دوپلیکیت باشه دوپلیکیت ما کلش ریکارد باید شامل تنها میخوایم که چند ریکارد اینها ثبت کرده 4 یوزر است ببینیم که آیا این یوزرها کار از این صحیح است یا صحیح نیست اگر زیاد ریکارد ثبت شده باشه خوب است اگر کم خب اینجا من اموگا پاست اینا اموگا پاست هیچ فرق نمیکنه صحیح است تنها یونین آل اینجا باید آل کارش کار کنه یونین آل چی مانا یونین اتحاد در بین این تیبل ها باشه مگر ریکارد رن دی ټول یوزرانو ریکارډ راوړو ریکارډ یې کل یوزرانو ګورئ دې ته لږ فکر وکړئ ښه د ډیټابیس عملی کار مهم نیست اگر شما فکر بکنید که والا ما عملی کار که بکنم نه ذهنتان باید وات شما خوب بفهمی که چی هست در ډیټابیس اینجا باز اول خو هیچ امکان نداره که دوپلیکیت ولو چی شود تیر شود انتر شود اجتماع حل میکنم مگر باز امکان داره چطور ما میرم اینجا یک سیم کارت میگیرم از دفتر مرکزی ریکارد مرا چی کرد رجیستر میکنم صحیح است باز میایم خو ساعت ما تیر نمیشه نمایندگی کارتنامه میام اینجا رجیسترش میکنم همون نمبر باز میایم اون اول که ما رجیستر میکنم این رجیستر میشه هیچ رجیستر نمیشه وقتی که اونجا امو تلفن نمبر شما انتر میکنه وقتی که رجیستر میکنه تلفن اینا میگه که او خوشی است رجیستر است باز ما برای که ما خبر نبودیم دیگه این درک امکان لري خب خاطر از اینکه خودت چی کنی این اینجا نشان میشه اینجا نشان نداد که مثلا چقدر انتری کدام یوزر کرد چقدر انتری کدام یوزر کرد نه اینجا خو یونین کل تیبل انتری یک جای میاره صحیح است اگر باز میخوای که از هر یوزر ببینیم بعد همون یوزر برداشت کنیم اینجا خو تمام شد بعد میتونی سرچ بکنی صحیح است خب این هم فهمیدید می هم کدام پرابلم نداره خب کماند بعدی که است او پاس ترو است تو اسماعیل صاحب تو وقتی کامپیوټر کې اوریکل انسټال لګنه استخال आम्ही डेटाबेस हा कुल लिंक द्वारा कथिया करेगा چی داره لینک داره چطور لینک داره به خاطر چی لینک داره کدوم نفر است برای من میگه که چرا لینک داره دیگه کدوم نفر است چرا لینک داره دا باید आम्ही एक्सेस करते ओरेकल लिंक داره ओरेकल करते एक्सेस लिंक داره چرا به خاطر چی تمام دیتابیس استاد اگر مثلا ما یک جدول ازری جور میکنیم یا در کورس یک چیز جور میکنیم اول خودم کیوری مثلا تیبل که کیوری دیگه نداشته باشه باز کیوری در
این آبجکتس است. این آبجکتس است. آبجکت صحیح است. RDBMS که برای میگه صحیح است. این آبجکتس است. آبجکت لینکس داره. تیبل کتی کیوری کتی فارم کتی رپورت. منظورم از دیتابیس است. یک دیتابیس کتی دیگر دیتابیس چرا لینک داره. اکسس کتی اسکیول چرا لینک داره. اسکیول کتی اوراکل چرا لینک داره. دا آوازی چیه؟ خایو. مثلا بعض دولت‌ها مثلا اکسس نداره ولی اسکریل میگیره. بعض دولت‌ها اسکریل نداره مثلا د اوراکل یا د اسکیول یک قسم نیست، یک قسم چیز نیست که مثال اونجا نباشه و از اکسس کمک گرفته شد. این خیتالوجی بود. ارتباطش تو ضروری شد. نه خب چرا ضروری است؟ یعنی چرا است؟ محدودیت میباشه تا این باز مجبور است. دیگر کدام کس است مجبور است. تو چی؟ استاد اصلا شاید منظورش این باشه که در نخست مثلا اکسس جور شده. بعد از اون مثلا اسکیول یا ایدلا شکل پیشرفته اکسس شاید اسکیول باشه. او خاطر رابطه اینا دارد. یعنی ما می‌دونیم مثلا چیزایی را که ما در اکسس سابق جور کردیم. بسیار خوب. اصلی هدف به داده گوره خب؟ مثلا حالت ما نه خدا کم تو گفت. نه هدف من چی کنم؟ بعد میگفتم. درش بده تو حتی مثلا ثانیه اکسس مثلا بعضی کم زیاد داره میتونه اسکیول نه این غلط است. این نیست. کمبودیت دیگه چیز است. صحیح است؟ علی ازی هدف چی است؟ امروز مثال ما برای یک اداره در اکسس دیتابیس جور میکنیم. در چی جور میکنم؟ در اکسس. علی 2 سال در اکسس دیتابیس کار میکنم. خیلی وقتی که این 2 سال تیر شد، این میخواد که یکم ترکیب بکنه. در اسکیول دیتابیس جور میکنه. خیلی امی مردم که 2 سال دمی انتری کادا او رستور میکنیم. او را اثر انتر میکنیم. مثلا مثال یونین است چرا مثلا اسکیول پیدا میکنه چی است؟ اما چرا ضرورت اسکیول پیدا میکنه در کجا؟ خوب بپا. علی ما بیشتر براتون گفتم که اکثریت چیزا است او صرف مربوط اکسس است که در اکسس او نمیشه. به طور مثال چطور نمیشه؟ امی اکشن کیوری که است این اکشن کیوری که ما بر شما کار کردیم. وقتی که با کدینگ میکنید کلش توسط اسکیول میشه. بدون از اسکیول امکان نداره. خلاص یک گپ. دیگه گپی است که وقتی که بخواید که شما کت اسکیول کانکشن جور کنید باید با اسکیول اینجا با اسکیول با کیوری کار بکنید. یعنی توسط کدینگ نمیشه. در اسکیول سرور یا در اسکیول پلاس یک سم چیز نیست. ما پیشتر گفتم که با اکسس ضرورت داشته باشه. اما اکسس که است با کلگی چی است؟ ضرورت داره. یک گپ مهم دوم چی است؟ اصلا دیتابیس است که در کدام شما ریکارد میکنید ثبت میکنید و این فارم که است این یک شما میبینید این تنها یک شکل است. این تنها چی است؟ شکل چی معنی؟ این دا کالی ظاهری شکل. این روزمایی را پوشیدیم سبا دیگه چیز میپوشیم سبا دیگه چیز معنی از این نیست که اصلیت ما توسط از چیز بالا صحیح است؟ دی باید بدلیگیم. علی امی اصلا چیز که است مهم چیز دیتابیس است که اونجا ریکارد ثبت میشه. ما میخوام که دیتابیس اوراکل باشه و فارم چی باشه؟ اکسس باشه. شما مهمه خبر. چی که گپ مهم است. شما مردمی که نه والا ما اوراکل فارم یاد میگیرم ما وی بی دات نت یاد میگیرم او برادر یک اگه ویژوال بیسیک دات نت یاد گرفتی خود بپا اگه یاد نگرفتی چی باید بکنی؟ دیتابیس اسکیول سرور و فارم اسی جور کو از اکسس این خلاص. دیتابیس اوراکل فارم اسی جور کو از اکسس جور کو خلاص. چرا که در دیتابیس مهم گپ چی است؟ تیبل ها است. او در اسکیول باشه اونجا لایو تنهایی ریکارد فی میکنه انلیمیتد و این خو فارم است. در فارم خود چیز مشکل نیست. فارم تنها چی است؟ یک شکل است. و تو باید پوشی دا خبر دیتا است به اوش تو راضی انشالله. آیا این کمان که است؟ پاسترو. شما میتونید از اسکیول سرور و یا هم از اسکیول پلاس اوراکل شما معلومات اینجا بیارید. اگر اون دیتا ثبت باشه او را میتونید چی بکنید؟ اینجا بیاریش. تو پوشی باندی از اسکیول سرور از اوراکل دیگر دیتابیس هم است اگر چی باشه وصل باشه تسون چه خونه میگم خدا کنه نه آخه می پدی که ما اوراکل اینستال ده خدا ویت ادمین نه راغه ادمنستریشن راغه بدول رایتس بدول ټول اومن کم کثر چې وغي کمپیوټر
هغه د وینډو ما هوم پریمیم چې کوم ده کنه نو کوم کس هغه چې وینډو چې هغه کله فایل اوپن کوي اپلیکیشن ایڈمنسټریشن هغه اپشن ورته نه ورکوي ښه او نو هغه معنا ده چې هغه د ایڈمنسټریشن هغه چې ده هغه ټول رایټس هغه لري او کوم چې کله هغه میسج به ورکوي هغه رایټس بیا نه لري نو دلته ما سره اوریکل انسټال ده ښه د اوریکل انسټال یو مثال درته ښیم دا ګوري دا اسکیول پلس انسټال ده وقتی که را ما آواز میکنم پاسورد برازی میکنم این آواز نمیشه اتوماتی میشه بند میشه چرا که این رایتس نداره این رایتس باید رن کرد چی شود رن کرد رن ادمنستریشن یس حالی که شما پاسورد میتی باز چی میشه کانکت میشه هیچ کدام مشکلی نیست حالی ما که اکسیس کردی از این حالی کانکت میکنم وی باید چی باشه ادمنستریتور رایتس باید داشته باشه این رایتس نداره نما مختلف با اندی سیکرتاری کنم بطور مثال اینجا یک ٹیبل است این یک ٹیبل است این معلومات است در چی ثبت است در اوریکل ثبت حالا شما چطور میتونید را در چی بیارید در اکسس بیارید صحیح است حالا ما نمیتونیم که به خاطر امی کماند چی بکنم این سیستم کلش فرمت کنم هر کس که کامپیوتر داره سبا برای ما بیارشه هر کس که میره دمو اوریکل برایش انستال میکنم که امی کماند بتان چی کنم عملی کار بکنم و هر یو چیزی کامپیوتر راوړي څوک غواړي چې هغه شي به خاطر کې ما نمیتونم که چرا که اینجا دیتابیس هست و اینجا کار هست نمیتونم که چی در دیتابیس در کامپیوتر شما چی میکنم انستال میکنم وقتی که امی کماند بتان کار کنیم پس چی میکنم ریموو میکنم خو مهمه ده یو نفر راوړي کامپیوټر راوړي سبا پیش ازی که ما چی میکنم پیش ازی که اینجا درس میخوانیم در او کامپیوتر انستالیشن روان میکنم در نیم ساعت انستالیشن میگیره بعد از اون کماند بتان عملی کار میکنیم دیگه پیش میرم حالا شما با یک دیگه میبینید که کی بیاره کی نبیاره کی نبیاره کی میاره بس خلاص ادمنستریشن کدام چی داره کدام ویندوز کدام است ویندوز نه هفت است کدام ورژنش است کامپیتبل است 64 بایت وقتی کدام اپلیکیشن واز میکنی میسیج کنه میاد که رن ویت ادمنستریشن بس فیس بیاره خب این کماند ان شاء الله با سبا مانده این چی میاره کامپیوتر دیگه ان شاء الله خلاص این است डेटा डेफिनेशन हमें इसके केवल 5 बक्स दे रहा इसके केवल चंद बक्स दे रहा 5 बक्स अगर इसके केवल सर्वर या इसके केवल प्लस ओरेकल ब 5 बक्स तक चीज़ तकसीम शुदा तमाम आमी लैंग्वेज इसके केवल ब 5 बक्स तकसीम शुदा एक बक्स आजू ये हस्त खास एक बक्स आज इसके केवल ये हस्त डेटा डेफिनेशन DDL बरसे गुफ्ता में چی گفته میشه دیتا دفینیشن لنگویج دیتا دفینیشن لنگویج این کدام اسکیول است توسط این اسکیول ما میتوانیم که استراکچر تیبل چی کنم جور تیبل جور کنم به طور مثال دور سرچ بکنم ریکارد انسرت کنم مختلف قسم کارا توسط میشه خب اول شما اینجا باید کلیک بکنید صفحه چی آمد اسکیول آمد علی ما اینجا کماندا اسکیول کار میکنم چطور ببینید آمدم در نوتپد سوال است how to create table by in SQL اگر شما بخواهید که در اسکیول شما یک تیبل جور کنید چطور میکنید سینتکسش چی است خوب دقیق ببینید تکست create صحیح است table टेबल नेम अवल शमा बात चीन मिस्टर कोनी क्रिएट मिस्टर कोनी क्रिएट ची माना मेता इजाद को ची इजाद कना टेबल वही निची भाषा बाद आज काउस शुरू कॉलम नेम व डेटा टाइप कॉमा बॉस कॉलम 2 व डेटा टाइप कॉमा बॉस कॉलम 3 डेटा टाइप امونطور کالم 4 و دیتا تایپ و در آخر قوس بس نسی میکنم
بس بگوش یا چی قسم خوبش می‌کنی بیرم کلیس میخوام یک تیبل جور کنم کریت تیبل جانان پاس دمی جانان چی رول نمبر میخوام چی باشه student name میخوام چی باشه text father name چی باشه کاما پروگرام چی باشه نه فیش چی باشه قوس بسته سیمی کالم کنترل A کاپی میکنم پیست آل رن تیبل جور شد یا نشد جانان خب تیبل جور شد وقتی که رواز میکنم اینه مو تیبل است مگر توسط چی جور کنید شما آن این کار را ضرور نیست که شما توسط اسکیول تیبل جور کنید اسکیول با کدام چیز اینجا استفاده میشه در اکسیس چیزی که در اکسیس نمیشه امکان داره دو وقت شما باید از اسکیول استفاده بکنید مگر این جایش هست که اینجا شما باید چی بکنید یاد بگیرید بپوشه دلتا اسکیول تاسو باید زده که او دلتا اوش تیبل چی مانا وقتی که عادی جای ما تیبل جور کردم میتونم اینجا چی ضرورت است که اینجا ما توسط اسکیول جور بکنم دو جای باید چی بکنیم صحیح است خب تیبل جور شد کماند بعدی سانتل شبیه جور سی دارن کمال بیا تیبل یک بیری در طول بندی کنم بیا کول اسکیول لاره تغییرات راوړي چی نشي کولای سو خپل بیا کس پی یا چا سره کوم ځای بند کړی نو هغه پی نه ما کس راکې خلاص شما فهمیدید که چی قسم چی میشه تیبل جور میشه توسط چی خب how to add column to table در تیبل چطور میتونی شما کالم چی کنی اضافه کنی خب اول alter table نام تیبل چی هسته جانان art چی balance data type چی number alter table جانان در تیبل جانان تغییر میکنم art میکنم اضافه میکنم چی اضافه میکنم balance data type چی باشه خب ما گفتیم که alter تغییر کول یو استراکچر تغییر سیمیکالن کنترل سی یعنی data definition اینجا paste وقتی که رن میکنم خب syntax error and field definition چی هست اینجا error ما داریم add column رن خب balance اینجا کاوس ضرورت نیست و این هم کاوس ضرورت نیست اگر شما اینجا بیایی در تیبل جانان با نام بالانس چی شد کالم اضافه شد خب این چطور شد این alter table جانان add چی add میکنم کالم نام کالم چی باشه بالانس دیتا بیس چی باشه خب چطور میتونیم کالم دیلیت کنم از یک تیبل alter table جانان drop column balance drop چی مونه قطع کوالا control C این خلاص باز می create paste run خیره بیان بیاد در سیمیکالم چیزی دیگه به تو خبری دیگه بعض اسکیول پلاس کماندونه خودمون موضوع اسکیول نه دخل و بعض روی که آپشنل دی اگه باشه اگه نباشه کوئی مشکل نیست SQL پلاس کماندا کیا است در کماندا پلاس سیمیکالم آپشنل است اگه باشه هم چیز اگه نباشه خب چطور میتونیم ریکارد اینسرت کنم توسط اسکیول اول ببینیم که این چی است در تیبل جانان کدام فلان فیلد است رول نمبر student name father name program fees خب اول اینجا میریم insert into
جانان ریکارد اندر میکنم در تیبل جانان ولیوز چی میخواین در کنی رول نمبر 1 علی نمبر خالد کاونتینگ فیزش چی بود؟ این طریقه چی است؟ اینورشن است. این را هم شما یاد گرفتی که چطور باید ریکارد اینورت شود. insert into جانان ریکارد میخوام اینورت کنم به تیبل جانان چی؟ یک اگر نمبر باشه او در کوتیشن بند نمیشه این نمبر است یک کاما باز نام بود علی یعنی علی ما در سینگل کوتیشن بند کردیم چرا؟ بخاطر که کاما خالد بعد از او اکاونتینگ پروگرام بعد از او 4000 هم فیس است دبل کیم راځي دا غدا زما روزه دا اسکیول سرور او دا فرق لري خاص چې اسکیول سرور کې به سنگل کوټیشن بلکې به ډبل کوټیشن دومره فرق لري به ښه او دا څنګه نور غنه لري خیر ډیټا ډیفینیشن ایره پیسټ میکنم ایره انسرت میکنم اینه چی میگه یس اما یک ریکارد اینجا چی شد خیر تر دې کارو کو بس د اپتی پروژې په شاوه کې زموږ یو د کمپیوټر او د ټول شامل کار کوي